سلام بچه، امروز یه ترفند درجه 1 برای بازی همستر کامبت پیدا کردم. حقیقتش من این بازی رو قبلا استفاده نمی‌کردم، یعنی باش بازی نمی‌کردم. نمیدونم بهش بگم بازی بگم ماینینگ. امروز اینو نصب کردم، یعنی چند ساعت نصبش کردم. یه ترفندایی هم ازش پیدا کردم، چون من خوره هر چیزی هم باید برم توش تا تهش رو در بیارم. حالا تا چند روز دیگه تمام ترفندای اینو میکشم بیرون. ترفندی که امروز پیدا کردم خیلی عالی بود. استفاده از ماوس هست. حالا بهتون میگم در ادامه ویدیو که چه کار کنید که به سرعت نور کلیک کنید، یعنی اصلا سریع اون کلیک هایی که نیازه رو انجام بدید. فقط قبلش بگم من رو 3 تا گوشی هم نصبش کردم. اینو میخوام بگم که رو گوشی های مختلف هم انگار فرق داره. مثلا نکنید این 2 تا گوشی شیائومی ان، این آیفون 15 پرو مکس. ببین نکنید مثلا این شیائومی مثلا یک کلیک میکنه، دوتایی میکنه، 3 تا دیگه کار نمیکنه. یعنی 2 تاش بیشتر نمیزنه. همون مثلا 2 تا نکنید 2 تا میزنه، 3 تا رو که بزنید یا کار نمیکنه یا همون 2 تا یکی میزنه. ولی این یکی شیائومی با اینکه قدیمی تره 4 تا هم بزنید 4 تاش کار میکنه. یعنی با 4 تا انگشت هم کار میکنه. این آیفون پرو مکس هم همینجور 4 تا انگشتت کار میکنه، یعنی با 4 تا کلیک همزمان میشه. خب حالا چیکار کنیم که به سرعت نور کلیک کنیم؟ ببینید یه سری موس هست کنارش دبل کلیک داره، موس گیمینگن اینا. با این موس وصلش میکنید به خود گوشیتون با بلوتوث. خیلی راحت میرید تو بلوتوث کانکتش میکنید به این موس. خب وارد بازی که میشید نکنید، من اگه بخوام اینجوری کلیک کنم این سرعت چجوریه؟ یا دو تا یا حتی 4 تا کار نمیکنه. ولی با سرعت این دبل کلیک ببین چجور میشه. فقط نکنید. سرعتش خیلی بالاست. دوم میتونید چون که با بلوتوث وصل سیم نداره، روی میتونید قشنگ بذارینش، بعد دیگه این دستتون نکنید دیگه تکونش میدید اصلا این موس تکون نمیخوره. قشنگ میتونید اینجوری کلیک کنید و برای خودتون راه برید، قدم بزنید، ورزش کنید، هر کاری خاصی دیگه داره کلیکاشو میکنه تا اون تعدادی که میخواید انجام شه. من دارم دونه دونه فعلا روشایی که میشه یه جورایی سریعتر کلیک کرد و پیدا میکنم. هرچند چشمم آب نمیخوره که اینا پولشن، ولی دیگه تفریحی انجام میدین دیگه. حالا یا پول میشه یا پول نمیشه دیگه، در صورت بالاخره ما هم دیگه به همین چیزا باید امیدوار باشیم. سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی تو کانالای انگلیسی زبان و روسی زبان میچرخم، ترفندایی که میشه پیدا کرد و پیدا میکنم و تو ویدیوهای بعدی حتما میذارم. حالا تب این بازی داغه، حالا خدا رو چه دیدی؟ شاید دیدی یه پول هنگفتی تمام ایرانی‌ها گیرشون اومد. در صورت امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید. امیدوارم هر جا که هستید شاد و خوشحال و دلتون خوش باشه. خداحافظ.